بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و مادران عزیز، تمامی نفرانی که بنده رو میبینید و میشنوید، امروز که 25 ماه رمضان است، میخواهم همراه شما کمی درباره نماز شب قدر و دعای شب قدر صحبت داشته باشم. خواهران عزیز، اینجا درباره شب قدر که آیا شب 27 رمضان است یا اینکه دیگر شب‌های رمضان است، یگان حدیث صحیح نآمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند که این شب یعنی 27 رمضان شب قدر است. ولی از اینکه سخن عبدالله ابن عباس است و تقریبا اکثریت علما میگویند شب قدر شب 27 رمضان است، زیاد از مردم فقط شب 27 رمضان را شب قدر میشمارند. ولی اگر به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در بخاری مسلم نگاه کنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم شب قدر رو معین نکردن، نگفتن که شمایان در شب 27 شب قدر رو جویا شوید، بلکه گفتن تحروا لیلة القدر فی عشر الاواخر من رمضان، شمایان شب قدر را در دهه آخر رمضان، در حدیث دیگر که عیناً در بخاری مسلم است، در شب‌های ویتری دهه آخر رمضان جویا شوید. و البته احادیث دیگر هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن 23 25 27 29، در بعضیش 25 27 29. پس اینجا از اینکه ما تمام شب‌های توقع دهه آخر و حتی کلی دهه آخر را با عبادت سپری کنیم، شبها با یاد پروردگار باشیم و بندگی خود را انجام دهیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتیم پروردگار برای ما کدام روز از شبهای قدر است معین نکرد که ما تمام شبها را جویا شویم. و البته اینجا بسیاری از خواهرها میپرسن این شب 25 است، شاید یکی از شبهای قدر باشد و شاید که شب 23 گذشته شب قدر بود، یا اینکه در حقیقت 27 یا 29 ما چگونه نماز خوانیم، یعنی نماز شب قدر چگونه است. آیا همان گونه که زیادی مردم میگویند که در تو باید 2 رکعت نماز خوانی، شب قدر گویا نیت کنی، این انزلناه فی لیلة القدر، سوره قدر را بخوانی، همین گونه نماز وجود دارد یا نه؟ همین گونه نماز یعنی نماز مخصوصی که با نیت شب قدر ما نیت کرده میخوانیم وجود دارد یا نه؟ البته که اگر این گونه نماز وجود می داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما بیان میکردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در شب قدر چی در دیگر شبها همیشه نماز دور و دراز 8 رکعته میخواندن و این نماز طرز دراز بود که حضرت عایشه مادرمون رضی الله عنها میگن حتی نپرسید که چقدر دور و دراز بود، با آرامی بود، با خشوع بود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به عدد رکعت های نماز نگاه نمی کردند و به چگونه انجام دادن آن نگاه می کردند. برای همین خواهران عزیز، هر کسی که میپرسید که ما 2 رکعت نماز قدر می خوانیم، در آن در سوره یکمش در رکعت یکمش و دویمش از سوره لیلة القدر میخونیم، این گونه نماز وجود ندارد. این بدعت محض است که هر چیزی که در اسلام وجود ندارد و از پیش خود میکند، انسان اگر چی کاری خوب باشد هم انسان به جای ثواب گرفتن گناهگار میشود. کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر یک بدعت و نوپیدایی که در اسلام نیست شما به مقصد ثواب گرفتن انجام میدهید، گمراهی هست و گمراهی ها در دوزخ میباشند. پس اینجا خواهران عزیز، هر کسی که میگوید ما چگونه نماز خونیم، شما میتوانید عادی نماز تراویحتان را دور و دراز در شبهای قدر خوانید. شما میتوانید عادی با نیتی تهجد نماز بخونید. حتمی نیست که نیتی شب قدر کنیم، با نیت تهجد، با نیت تراویح، اما مهم این است که ما چگونه نماز خوانده ایستادیم. برای همین در صفت نمازگزاران الله در قرآن میگوید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان نجات یافته نفرانی هستند که در نمازهای خود خشوع میکنند. معنای خشوع فروتنی هست، ترس از الله هست. فقط دستم را به کجا میمونم، پایم چگونه است، چشمم در کجا هست، نه، قلبی من، فکری من چگونه با یاد الله هست. برای مثال عادی، وقتی یک نفر با شما صحبت میکند، اگر او گپ میزند فکرش در دیگر جا هست، شما میگوید فکرایت در دیگر جا هست، چی میگوی خودت هم نمیفهمی، من هم چی میگویم تو
نمیفهمی. یعنی وقتی که فکرت در من نیست، تو زبانی تو مشغول گفتن هست، هیچ معنی ندارد صحبتی ما. عیناً همین گونه مناجاتی که ما با الله میکنیم، نمازی که ما با الله میخوانیم، مادامی که عقل ما، فکر ما در کوچه و بازار است، قلب ما مشغول مردم است، ما فقط داریم خم میشویم، راست میشویم، به سجده سر میمونیم، دستمون رو بالا میکنیم، پایان میکنیم، اما هیچ یاد الله در قلب ما نیست و فقط اهمیت دادیم که چند رکعت خواندیم، اهمیت دادیم که چطور ما تا 100 رکعت رسانیدیم. این نمازها یگان بهای ندارد، یعنی قیمتی ندارد. برای همین مهمش این است که در این شبهای مبارک که الکی شب 25 است، یکی از شبهای قدر است، وقتی نماز میخوانیم مهمش این باشد که قلب ما هم نماز بخواند. فقط با دست و پا عبادت نکنیم، با قلب خود عبادت کنیم. هر قلبی که در نماز، در وقت رکوع، در وقت خم شدن که انسان به کسی بجز الله نباید این گونه رکوع کند، در وقت سجده کردن که ما در پیشگاه الله پیشانی خود را به زمین میمانیم، انسان باید فکر کند که چقدر محتاج الله است و چقدر الله بزرگ است، چقدر قدر الله از تمام موجودات بالا است که ما در نزد او پیشانی خود را به خاک میمانیم. ما در نزد او تعظیم میکنیم، تعظیمی که میانهای ما باید راست باشد، استخوانهای ما راست باشد. ما چگونه با آدابانه در نزد الله می نشینیم، ما چگونه دست خود را محتاجانه به او بالا میکنیم. اینها را اگر قلب ما نماز نخواند، اگر یاد ما در نماز نباشد، ما نمیفهمیم. یعنی درک نمیکنید بزرگی پروردگار و کوچک بودن بندگی خود و این چونین خاشه یا گفتیم فروتن و خاکسارانه و با ترس نماز نمیخواند. هر کسی که در نماز فقط به دستش اهمیت میدهد، به روی مالش اهمیت میدهد، به پایش اهمیت میدهد، به انگشتش، اما قلبش در دیگر هست، چشمش در نماز دیگران است. یعنی خیلی مصیبت بزرگ است در مردمی ما که فقط پرسمون از این است که دست رو به کجا مانیم، این خیل مانیم، آن طرف مانیم، اما کسی نمیپرسد که چی کار کنم که قلب من در نماز نیست، فکری من در نماز نیست، من نماز میخونم هوشم در دیگر جا هست، من در سجده بزرگی الله رو نمیتوانم درک کنم، من در رکوع بیچارگی خودم رو نمیتوانم درک کنم. معنیش این است که شما نماز میخونید با جسم خود، اما مهمترین چیز در نماز این خشوع هست، یعنی با قلب یا گفتیم با روح در نماز بودن است. در ما حدیث در بخاری هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی که شتاب نماز خوند 3 بار به عقیبش برگردانیدن، گفتن نمازت رو از نو بخوان. پیامبر نگفتن دستت رو خطا ماندی، خطا نشستی، رکوعت خطا، نه، شتاب خواندی. آرام بگیر، در سجده آرام بگیر، در رکوع آرام بگیر، در بین سجده ها آرام بگیر، از رکوع وقتی برمیخیزی آرام بگیر. یعنی مهمترین چیز در نماز آرامش است و وقتی انسان آرامانه سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی میگوید، الک فکر او به جایش می آید. وقتی در رکوع سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم میگوید، الکی او درک میکند که در پیشگاهی چی پروردگار او دارد، تعظیم میکند و سر رو به خاک میماند. پس مهمترین چیزی که ما در نمازهای شب قدر که گفتیم میتوانید تهجد نیت کنید، میتوانید تراویح نیت کنید، باید اهمیت دهیم. برکتهایش نه، به نیتش نه، کدام سوره رو خوانم نه، مهم آرامش کامل با قلب، با فکر. شما در پیشگاهی کی هستید؟ با کی نماز خوانده ایستادید؟ چرا نماز خوانده ایستادید؟ با کی سجده کرده ایستادید؟ با کی رکوع کرده ایستادید؟ این رو اگر درک کردیم، انا این وقت میبینین که صلات ما یا گفتیم نماز ما در حقیقت مقبول نزد پروردگار می شود و در حقیقت تنها عن الفحشاء و المنکر، چگونه که الله میگوید بعد از این گونه نمازی که کاملا با حضور قلب در پیشگاه پروردگار خواندیم، محال است که انسان نماز را ترک کند و به گناه رود، بعد از سلام دادن به گناه مشغول شود. چون کمی پیش او با پروردگار روز نیاز میکرد، به پروردگار سجده میکرد، میگفت تو بزرگ هستی، تو بالا از همه هستی، تو هستی که به نزد تو من آمدم، تو هستی که به نزد تو من نماز میخوانم، تو هستی که من در نزد تو بیچاره هستم، تو هستی که به خاطر تو گناه نمیکنم. انا این گونه نمازها انسان رو دیگر به درجه میبرد، ببخشید به درجه میرساند که انسان خود ناآگاه از گناه دور میشود. چیزی دیگر
زیادی خواهرها در این باره میپرسن که چگونه دعا کنیم. عیناً همین گونه حضرت عایشه به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرده بودند که اگر من شب قدر را دریافت کردم من کدام دعا را بکنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در ابو داود و نسائی است میگویند اگر در شب قدر دعا کردی این دعا را بخوان: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو بخشنده مهربان هستی، انک عفو، تو عفو میکنی. عفو کردن کاملا گناه ها رو بخشیدن است، یعنی یگان ذره نماندنش هست. تحب العفو، باز بخشیدن رو هم دوست میداری. فاعف عنی، از من بگذر، گناه های مرا، خطاگی های مرا محو کن، از خطاگی های من بگذر. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی پیامبر از دنیا رفته بودن حضرت عایشه فقط 18 سال داشتن. و دخترک که 17-18 ساله از پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن فرزند طلب کن، این و اون طلب کن. انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا بکن که پروردگار گناهایت را ببخشد. بعضا انسان حیران می شود مگر همسران پیامبر گناه میکردن؟ چرا نه؟ طلب مغفرت گناه کردن. وقتی انسان میگوید پروردگارا گناههای مرا بخش، پروردگارا تو از گناههای من بگذر، پروردگارا من خطاکارم، این نهایت بندگی هست. این یعنی کاملا خود را در نزد پروردگار بنده و بیچاره حس کردن و بزرگی الله را اعتراف کردن است. برای همین انسان وقتی زیاد استغفار میکند، این در قرآن کریم است که سببی زیادشوی مال انسان، سببی زیادشوی فرزند انسان، عموما سببی آرامش می شود. یعنی هر کسی که نالیش دارد، شکایت دارد از مشکلی های زندگی، باید زیاد استغفار کند، باید زیاد استغفار کند. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار کنید. استغفار سبب می شود که بارشات باران زیاد شود، حاصل زمین زیاد شود، مال شما زیاد شود، فرزند شما زیاد شود، آرامش به شما بیاید. از این که خود استغفار سبب می شود انسان به درجه بالاترین مرتبه های بندگی برسد. حتی به حضرت ابوبکر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی حضرت ابوبکر بعد از نماز فریضه که دعا اجابت است میپرسند، پیامبر میگویند به حضرت ابوبکر که بگو پروردگارا اینی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پروردگارا من به نفس خود ظلم زیاد کردم، یعنی گناه زیاد کردم، تو گناههای مرا ببخش، و جز تو کسی گناه ها را نمی بخشد. پس عزیزان، شبهای قدر شبهای بندگی هست، بیچارگی هست، گناههای خود را به یاد آوردن و به الله توبه کردن است و این چنین نمازهای با آرامش خواندن است. یک دعا را 100 بار بگو، 1000 بار بگو. درباره‌اش پیشتر هم صحبت کرده بودم. انتظار فرشته شو، انتظار پرنده شو، انتظار نور شو که کلا شرک است. ما دعا را باید به پروردگار بکنیم. فکری ما، دعای ما، بیچارگی ما باید به پروردگار باشد و بعداً یقین بدانیم. حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث در بخاری است که پیامبر میگویند هر کسی که شبهای قدر را با ایمان به الله و با طلب ثواب، یعنی کسب ثواب کردن زنده داری میکند، تمام گناههای او بخشیده میشود. پس مژده باد به هر یک نفر گناهگار، بشارت باد به هر یک خواهری که میگوید تا امروز من چقدر گناه کردم، چقدر در ظلم مردم بودم، چقدر به بعض کارهای حرام دست زدم، چقدر به فرزندان خود ظلم کردم، چقدر کودک ها را ابورت کردم و آدم کشی کردم، چقدر به مادر شوهر خود ظلم کردم، چقدر شوهر خود را غیبت کردم، چقدر بود که حلال است حرام است نمیدانستم و خوردم یا به گناه های دیگر. برایتان بشارت باد که اگر این شبها را با عبادت خالصانه، خالص به خاطر الله، نه اینکه مردم همه بیدارن من هم باید بیدار شوم، نه اینکه در استاتوس خود در تلفنم بمونم که مردم ساعت 3 هست همینجا هستید من هم هستم به همه خبر دهم، نه، خالص به اینکه این شبها شبهای رحمت پروردگار است و شبهای بخشیده شدن گناه ها هست و شبهای نوشته شدن تقدیر یک ساله هست. اگر بیچارگی خود را، بندگی خود را به الله بردیم، هم دعاها اجابت می شود، هم گناه ها بخشیده می شود. ولی شرط
شرط اساسی این است که فقط با جسم خود نه، با چشمهای بیداری خود نه، با دست و با سطر رو در جای نماز 100% راست ایستادن نه، با حضور قلب، با قبول کردن که چقدر بیچاره در نزد پروردگار هستیم، با اعتراف کردن به اینکه چقدر پروردگار قدرتمند در عین زمان بخشنده و مهربان و اگر از حد گذرانیدیم چقدر ذو انتقام یا اینکه عزیز و غفار داریم. انا همین گونه باید وقتی این شبها رو گذرانیدیم یقین بدانید وعده الله، وعده رسول الله هست که گناه ها بخشیده می شود، باز هم دعاها ان شاء الله اجابت می شود. این بود صحبت امروزه من. پس نباید که به فکر اینکه نیتش چگونه هست کدام سوره رو خونم نباید باشیم، نه به فکر این باشیم که چی کار کنم که من در همین شبها یادم به کوچه و بازار نرود، یادم به مردم نرود که کی به من چی گفت و چی گفتنی هست، یادم به لباس هایم نرود که من چی میخرم و چی میپوشم و چی میخورم، یادم عموما به مردم نباشد، یاد من به پروردگارم باشد و به بیچارگی خودم باشم که من چگونه در نزد پروردگار یگانه بیچاره و عموما محتاج هستم که اگر او دست مرا نگیرد دیگر کسی به من کمک کرده نمیتواند. این گونه باید با یاد یا با نمازی که قلب ما هم در آنجا هست، روح ما هم آنجا هست، با این گونه باید شبهای قدر را سپری کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.